هیچی مال هیچکی نیست، همه چی یه موقعی نوبت ماست. فقط این ماشین مال من نیست. یه تایمی ماشین نوبت منه، ایشون دوست منه، یه تایمی نوبت و فرصت منه، استحقاق منه که با ایشون دوست بشم. این خونه مال من نیست، نوبت منه که ازش استفاده. پس وقتی یه چیزی نوبت ماست خیلی بهش صفر نچسبید. اول این نیست که موقعی که میخوای بدی بره راحت باش. خونه، ماشین، زیبایی اعضای بدنه. یه بابایی همه چی داشت، خونه، کارخونه، باغ، ویلا، همه چی. یه روز پسرش ازش میپرسه بابا اینا همش مال ماه؟ باباش که آدم درست حسابی بوده گفته نه پسر، نوبت ما، تو نوبت خودت مهربون باش. ای دل چرا در این جهان بی خبری، روزان و شبان در طلب سیم و زر.